درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید. گروه ایجادی ما در عرفه روز فلک به شهر بختر به قصر فرهنگ آمد تا درباره آمادگی انسامبل اتنوگرافی فولکلوری خوتال معلومات داشته باشیم و ببینیم که در کدام ساعت و روز فلک آمادگی دارم. و نخست میخوام با عثمان بلالی کارمند مسئول این انسامبل صحبت داشته باشیم در خصوص اون که این گروه فولکلوری کی تأسیس و به چه مقصد. خب تشکر. گروه فولکلوری اتنوگرافی خوتال سال 2016 در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون با قرار حکومت ولایت تأسیس یافت. از آن روز تا امروز موفقانه فعالیت دارد و سال جاری تشویش و تردد کارمندان انسامبل ما خیلی زیاد بود، چون که ما یک برنامه مکمل فولکلوری اتنوگرافی با نام شرطی توی تاجیکی یا که خاندان تاجیکی گویم یا عنعنه‌های تاجیکی هم خیلی تهیه کردیم که از 12-13 قسم عبارت است و از زاده شدن طفل تا نامگذاری تا گهواره بندان و رهگردان شوی و خدمت روی و عاشق شوی و توی عروسی یک نفر، یعنی از رهگردک شدن تا مردک شدن همون جوان ما پیگیری کردیم و کوشش کردیم که در سلسله بندی این برنامه همون عنعنه و عرف و عادت و مراسم های ملی که داریم تا جای رعایت شوند. منظور ما با بیننده و با کلی مردمی که ما را دیدن میتوانند توسط شبکه‌های اجتماعی هم شناس شدن، مردم بیگانه را شناس کردن با عنعنه و مراسم های ملی مردم تاجیک که هزار ساله ها باز ارزی وجود دارند و هستی این ملت را همون عنعنه ها در طول تاریخ تحکیم بخشیدند و سال تا سال انکشاف یافتند، قرن تا قرن دیگر تکمیل یافتند. همین چیز رو همین بایگری معنوی مردم را به جهانیان پیشکش کردن است. فلک در این گروه چه موقع دارد و در ترکیب آن گروه چه سهم دارد؟ خب بهترین فلکخانه های جمهوری در حیات گروه ما از جمله سفر مرادف از ناحیه وسوی که امروز به سبب بیماری حضور ندارند در اینجا. فلک یکی از سمت‌های اساسی فعالیت گروه فولکلوری اتنوگرافی خوتال است. این یک. دوم که اگر ما به طول تاریخ نظر اندازیم، مثل فلک یک ژانری که بسیار کسبیتی بلند دارد، ریخته و پخته شده است و قرنها را عبور کرده تا امروز آمده است و در بین مردم و منطقه شناخته بود. این هم افادهگری همون عنعنه ها و همون اندیشه حکمت آمیزی مردم ما است که به واسطه آن گفتگو با فلک یا گفتگو با خداوند صورت میگیرد و انا همین را ما باید که در شکل‌های گوناگون، در شکل‌های مختلف که وجود دارد، مثلا فلک بدخشانی، فلک زرفشانی، وادی رشت، ولایت کولاب و غیره، همه همین با همه شکل‌هایش در اینجا تمرین میکنند و پیشکش کنیم به مردم. ما در این سمت نیز برنامه‌های خوب، آوازخوان‌های خوبی داریم که و همین برنامه‌ای که قبلتر قید کردیم به خاطر روز فلک امساله تهیه شده بود که ما آن را نصیب باشد تا آن روز تهیه آن را به آخر میرسانیم. ثبت تلویزیونی هم کرده ایم، به قالب معین می‌دارد و پیشکش بیننده ها می‌شود. کار در این انسامبل بسیار دقت جلب کننده، بسیار شوق آور هم هست، چون که از صبح که بچه‌ها جمع می‌شوند هر صبح، هر کدام چی مثلا نوگانی چی آهنگی نوشونه چی متنی نویافت یک جای ما رد و بدل میکنیم، معین میکنیم. اگر لازم شد اون متن رو پوره میکنیم. در این سمت هم کار هست. مثلا بعضی سرودهای قدیمی هست که یک چند مصرعش رو میوان، ما اون سرود رو موافق طبع و ذوق خود و منطقی همون مصرعی که در دست داریم انکشاف میدیم و پوره میکنیم.
و با نمو هدفهای ترغیب عنعنه‌های ملی موافق میکنیم. این سمت کار هم هست. خلاصه که انسامبل فولکلوری اتنوگرافی خوتال یک وجود زنده است که برابر نبض زمان میتپد و کوشش میکنیم که همه دستاوردهایی که ملت ما در این سمت دارد آن رو پیشکش مردم گردانیم و نگفته نماند که مثلا با تشبث رهبریت عالی کشور، وزارت فرهنگ و دیگر فرهنگی عالی جمهوری فلک اعتراف شد، همه حاضر فلک رو میشناسند، پیگیری میکنند از آن و این باعث سرفرازی و خرسندی ما است. با اندیشه شما توجه جوانان مراد البته فلک خوان‌های جوان است. بله. چگونه است با فلک و ادامه این عنعنه‌ها و این ژانر بسیار مشهور و قدیمه؟ بسیار خوب قید کردید. این ژانر قدیمه رو اینجا بسیار بزرگ می‌دارم، بزرگ داشته شده در سطح ضروری است و دو نفر فلک خوان‌های بسیار شناخته سفر مرادوف و طلبشاه قوقانوف در ما کار میکنند و باقی 5-6 نفر دیگر جوان‌ها اند. منظورم همین گفته شما است که با جوانان همین سبک فلک خوانی را آموزاندن. مخصوصا سفر مرادوف با بچه ها بسیار خوب کار میکرد و بسیار همون زیر و بم موسیقی را، کشش آوازها را دائما میفهمون با بچه ها. باز ما جوانایی داریم مثلا خسرو، بهادر، مراد، 2 نفر مراد داریم، 2 مراد، همه اینو فلک رو خوب میخونن و همه اکثرا جوانان و باوری کامل داریم که انمون هنری که سفر مراد و طلبشاه قوقانوف دارد یا محمد علی ایوبی دارد در فلک خوانی یا دولتمند خالوف دارد، انمون سبک ها در انسامبل ما هر روز تمرین میشن. هر روز بچه ها کوشش میکنن که انمون بهترین خصوصیت های فلک خوانی انمون استادان فلک رو از بر کنن. مخصوصا در بین زنها در این سمت خیرامان قربان و جهد و جدل میکند. از تجربه‌ای که در انسامبل فلک جمهوریوی داشت اینجا با بچه ها یک نوع درس میگذارد. کارهایی را که در انسامبل فلک همراه دولتمند خالوف اجرا میکردن برای تهیه یک موسیقی، یک متن یا یک کشش آواز رو درست کردن، همه همین رو یک و یک مثل آموزگار فهمانده میدن. من میبینم و ذوق میبرم که مثلا تجربه داران با جوانان همین ژانر بسیار مهم و قدیمی ما رو یاد میدن و این هم درست است، چون که ما اگر خواهیم که عمر ملتی ما دراز شود، عمر فرهنگ ملی ما دراز شود، باید به این پهلوی مسئله نه تنها مثلا کارمندان انسامبل فلک بلکه همه جامعه اهمیت دهیم. من همون فلک خوانی در همه خانه تاجیکان است. وقتی که مادران ما، کلین های ما، دختران ما فرزندانشون رو علم میگویند، ما باید همین چیز رو رعایت کنیم و انکشاف دهیم. منظورم من این چیز است. پذیرش فلک از جانب مردم چگونه است؟ باور کنید در ولایت ما در هر گوشه که آواز فلک بلند شود دیگر صداها خاموش می شوند، چون که فلک در اینجا بسیار قدر می شود، بسیار منزلت بلند دارد و گمان غالب می رود که شاید فلک از همین منطقه ها پیدا شده باشد و بعضی ها مثل عقیده رو پیدا میکنن. این عقیدهشون اساس هم داره، چون که وقتی ذوق مردم رو میبینی خود خودت به سر همین خلاصه میگی که انا همین مال انا همین مردم است. به اندیشه شما چی باید کرد که فلک از سالهای قبلی باز بیشتر و بهتر تجلیل شود؟ برای این آزمون های فلک خوانی سازمان دادن در کار و همین آزمونی که تاجیکستان وطنی عزیز من هست، همین چیز برای رواج موسیقی فلک، آوازخوانی این فلک بسیار مساعدت کرده است. ما بسیار میبینیم که بچه ها با دوتار، با دمره موسیقی های فلک رو بسیار خوب می نوازند. جوانان مخصوصا طالب علمان مکتب های صنعتی شهر و ناحیه های ولایت و بچه هایی که آواز خوب دارند فلک می سرایند و این چیز ما رو امیدوار میکند که این ژانر اکنون در همین زمان صاحب استقلالی در مثال تشبث های پیشوای ملت صاحب خود را یافت، پشتیبان خود را یافت. اکنون این ژانر مکمل می شود، پوره می شود. در موضوع فلک کتاب ها، اثرها ایجاد می شود، موسیقی آن به ادوار گرفته می شود و همه همین طوری که به مشاهده می رسد یک
جنبش عمومی در بابت احیای فلک در سراسر کشور دیده می شود و این درست است، چرا که امروز در تمام گوشه های دنیا مرکزهای گویش تاجیکی با وجود آمده است، در چند دولت اروپا، در امریکا، در کانادا و غیره. و برای همین صنعت خوب را با تمام تاجیکان گوشه های دور دنیا رساندن، ما باید که این ژانر قدیمی را در وطنش انکشاف دهیم، بالو پر ببخشیم که تا دوری های دور پرواز کرده رود. تشکر. سلامت باشید. فیروز فلک و شما برای کار میخوایم و اندیشه فلکوار و سلامت باشید. کی باشد